خب بچه‌ها امروز میخوایم بریم سراغ چهره یه سری از بازیکنای تیم منچستر سیتی، ببینیم که کدوماشون چهره شبیه تری دارن و کدوماشون چهرهاشون طبیعی تره به خود واقعیشون. برو بریم. اولیش چهره هالنده که به نظر من توی فیفا یا همون FC24 بهتره. نه توی پس یا همون فوتبال زیاد خوب نیست. نه خوب نیست. برو بریم بعد. چهره جان استونز، بذار ببینم. توی پسم خداییش خوبه، توی پسم اینجا خوب در آورده، ولی اگه بخوایم یه نگاهی به رنگ چشاشون بندازیم و نوع موهاشون، به نظر من اینجا هم فیفا با یه اختلاف کمی باز بهتره از پس. برو بریم چهره بعدی. این که دیگه کوین دی بروینه که دیگه تابلو دیگه کدومشون بهتره. پس انگار کارتون، انگار داری کاریکاتور کوین دی بروینه رو میبینی. اینجا که 100% فیفا یا همون FC24 برنده است با قاطعیت. برو بریم بعدی. جک گریلیش. اینجا هم باز ببین پس یا همون فوتبال خوب عمل کرده، ولی باز اگه بخوایم به جزئیات نگاه کنیم باید رأی رو بدیم به FC24 یا همون فیفا. این هم مثل تصویر جان استونزه. اینجا هم با یه اختلاف نه چندان زیاد جک گریلیش به نظر من تو فیفا طبیعی تره. و بریم سراغ تصویر آخر که ناتان آکه هستش که به نظر منم اینجا توی FC24 یا همون فیفا طبیعی تره. آره تو پس زیاد شبیه خودش نیست یا همون فوتبال. اینجا فیفا بهتره. نظر شما چیه؟ نظرتون رو کامنت کنید و پیج اینستاگرامو حتما فالو داشته باشید. سابسکرایب کانال یوتیوب یادت نره. پیس اوت.